سلام، خوش اومدید به اولین قسمت از سری ویدیوهای مهارت‌های زندگی برای بهبود افسردگی. من زینب کوشکی هستم، روانشناس بالینی و اینجام تا کمکتون کنم حالتون با خودتون، زندگی و اطرافتون بهتر بشه. شاید براتون پیش اومده که یه مدت حوصله هیچ کاری رو نداشتید. حتی نمیتونستید از رخت خواب بلند بشید و این کار براتون سخت بوده. یا اون چیزی که قبلا دوست داشتید دیگه براتون جذاب نبوده. اینا میتونه نشونه های از افسردگی باشه، ولی نگران نباشید. قرار نیست توی این مسیر تنها باشید. توی این سری ویدیوها با هم یاد میگیریم چطور افسردگی رو بهتر بشناسیم و باهاش کنار بیاییم. افسردگی یه بیماری جدیه، نه فقط یه حال بد یا یه روز بد. این یه اختلال روانیه و میتونه روی احساسات، افکار و حتی بدنمون تاثیر بذاره. آدم ممکنه احساس کنه زندگیش بی‌معنی شده یا انگیزش برای انجام ساده ترین کارها از بین رفته. افسردگی چند تا نشونه رایج داره. یکی از نشونه هاش جسمیه، یعنی شما احساس خستگی دائمی داری. گاهی اوقات کم خواب هستی، گاهی اوقات پرخواب. گاهی اوقات بی اشتها هستی و گاهی اوقات پرخور میشی. یکی دیگه از نشونه‌های افسردگی تاثیرگذاری روی روان ما هستش، به این صورت که احساس بی‌ارزشی، غم عمیق، ناامیدی یا بی‌لذتی رو در کارهامون داریم. نشونه بعدی تاثیر روی روابط اجتماعیمون هستش، به این صورت که ما گوشه‌گیر میشیم، قطع ارتباط میکنیم با دوستان یا خانواده هامون. گاهی اوقات آدم حتی خودش هم متوجه نمیشه که داره افسرده میشه. واسه همین مهمه که این نشونه ها رو بشناسیم. خیلی‌ها میپرسن چرا من؟ واقعیت اینه که افسردگی یه دلیل واحد نداره. معمولاً ترکیبی از چند تا عامله که باعث به وجود اومدن افسردگی میشه. یکی از این عوامل ژنتیکه. اگه یکی از اعضای خانواده‌تون افسردگی داشته باشه، ریسک ابتلای شما هم بالاتر میره. یه عامل دیگه تغییرات مغزیه. کاهش سطح انتقال دهنده‌های عصبی میتونه در بروز افسردگی نقش داشته باشه. حالا چه انتقال دهنده‌هایی مثل سروتونین، نورپینفرین و دوپامین اگر کم بشه باعث بروز افسردگی میشه. یه عامل دیگه فشارهای زندگیه، مثل از دست دادن عزیزان، بیکاری، طلاق، مهاجرت یا حتی فشارهای روزمره زندگی هم میتونه یکی از عواملی برای بروز افسردگی باشه. یکی دیگه از عوامل رویدادهای دوران کودکیه. بعضی افراد در دوران کودکیشون تجربه طرد شدن داشتن یا در دوران کودکیشون ازشون سوء استفاده هایی شده یا مورد بی‌توجهی عاطفی قرار گرفتن. همه این عوامل دست به دست هم میدن و باعث میشه که فرد دچار افسردگی بشه. پس در واقع مغز ما تحت تاثیر همزمان ژنتیک، محیط و تجربه های زندگیمون قرار داره. افسردگی یه شکل نداره، چند تا نوع مختلف داره که شدت و طول مدت علائمشون با همدیگه فرق میکنه. گاهی اوقات ما احساسات ناخوشایند داریم ولی هنوز میتونیم کارهای روزمرمون رو انجام بدیم. در این صورت دچار افسردگی خفیف شدیم. گاهی اوقات هم علائم ما شدیده و طولانی مدت این علائم باقی میمونه و ما نیاز به یک درمان حرفه‌ای داریم که در این صورت افسردگی اساسی یا ماژور اتفاق میفته. گاهی اوقات هم توی فصل‌های خاص مثل پاییز یا زمستون پیش میاد که حالت‌های افسردگی رو داشته باشیم و بعد از اون حال ما خوب بشه که به این نوع افسردگی میگیم افسردگی فصلی. بعضی از خانم‌ها هم بعد از اینکه بچه دار میشن براشون افسردگی اتفاق میفته که به این نوع میگیم افسردگی پس از زایمان. اگه علائم خفیفتر باشه ولی برای مدت طولانی تری ادامه دار باشه بهش میگیم افسردگی مزمن یا دیستایمیا برامون اتفاق افتاده. شناخت نوع افسردگی کمک میکنه که بدونیم چه نوع درمانی برامون مناسبه. سوال مهم اینه که از کجا بدونم افسردگی دارم؟ اول از همه باید ببینی علائمی که میگم آیا بیش از 2 هفته ادامه داشتن یا نه. چیزایی که قبلا برات لذت بخش بودن دیگه حس خوبی بهت نمیدن؟ احساس خستگی یا خواب‌آلودگی داری؟ از جمع فاصله گرفتی و ترجیح میدی تنها باشی؟ فکرای منفی زیادی سراغت میاد، مثلا احساس بی‌ارزشی داری یا اینکه آینده برات بی‌معنی شده؟
اگه به چند تا از این سوالا جواب آره دادی، بهتر با یه درمانگر صحبت بکنی. خب حالا باید چه کار کنیم؟ توی این ویدیو چند تا قدم اولیه رو با همدیگه میخوایم مرور کنیم. قدم اول رفتن پیش متخصص، کمک گرفتن نشونه شجاعت نظر. درمان میتونه دارویی باشه، گفتگو محور باشه و یا حتی ترکیبی از این دو باشه. قدم دوم ورزش سبک روزانه است. فقط 20 دقیقه پیاده روی باعث آزاد شدن آندروفین میشه و باعث میشه حال روحی بهتری داشته باشید. قدم سوم تمرینات آرامسازی هستش. تنفس عمیق، مدیتیشن، یوگا، اینو باعث میشه ذهن آروم بشه و استرس رو کاهش بده. چهارمین قدم نوشتن افکار. ژورنال نویسی کمک میکنه احساساتت رو بهتر بشناسی و به متخصص و درمانگر هم کمک میکنه که بتونه حال شما رو زودتر خوب بکنه. یه نکته دیگه هم که هست، شما باید در طول روز خواب کافی داشته باشید، وعده‌های غذایی منظم داشته باشید و از مصرف الکل، مواد مخدر، سیگار و امثال اینها حتما اجتناب کنید. امروز درباره افسردگی با هم دیگه حرف زدیم، اینکه چی هست، چه نشونه‌هایی داره و چرا ممکنه به وجود بیاد. یادت باشه افسردگی با اینکه یه بیماری جدیه اما کاملا قابل درمانه. اگه حس میکنی این ویدیو برات مفید بوده، حتما لایک کن، سابسکرایب هم یادت نره و اگه سوال یا تجربه‌ای داری توی کامنت ها برام بنویس. توی قسمت بعدی قراره با هم کلی تکنیک و مهارت یاد بگیریم که توی مدیریت و مقابله با افسردگی کمکت کنه. ممنونم که تا اینجا با من بودی. یادت نره کمک خواستن نشونه آگاهی، نه ضعف.